به نام خدا و با عرض سلام خدمت همه بینندگان گرامی. امیدوارم که هر کجا هستین سلامت و تندرست باشین و از گزند روزگار در امان پروردگار عالمیان باشین. دوستان گرامی، امروز من در رابطه به قهر و غضب میخوایم صحبت بکنم. 4 ترفند اصلی که ما شما از غضب و قهر کاملا راه خود رو تغییر بدیم میخوایم به شما شرح بدیم. دوستان گرامی، اولین راهی که ما شما میتوانیم که این قهر و غضب را او طرف بگذاریم شمردن اعداد است. البته از اعدادی که 10 9 8 7 6 5 4 2 1 در اینجاست که ما شما تمام قهر ما تبدیل میشه به یا مثبت گرایی، چون که آن قهر یک بارگی در وجود ما میه و این کنترلش اولین گامی که ما شما برداریم باید قهر خود را با اعداد کم بکنیم. البته ما معکوس میکنیم تمام میشه. دومین راهکاری از اینکه ما خشم خود را طرف بکنیم باید ما شما نفس راحت بکشیم. تا نفس راحت بکشیم تمام چیزهایی که منفی در وجود ما بود اون تمامشون طرف میشه، اینی ناپدید میشه. این راهکار بسیار مهم است، ما شما توجه خود باشید. سومین گزینه این که ما شما خشم خود را کنترل بکنیم باید از خانه بیرون شویم. اگر در خانه هستیم، اگر در تالار هستیم، اگر در جاهای آموزشی هستیم، قهر هستیم، میبریم از خانه و از جاهایی که مکانایی که واقعا اونجا ما شما با مشکل سر خوردیم راه خود طرف میکنیم، میریم طرفی همو طرفی که واقعا خشم و گم شود میرویم. چهارمین گزینه این است که ما شما میشه جملاتی مثبت را به یاد خود بیاریم. همیشه منفی نکنیم و وقت فکر نکنیم منفی، چون در روز زمان ما شما خیلی قهر داریم، خیلی غضب هستیم، خیلی خشم در وجود ما جولان زده است. پس بناهن ما شما در روز زمان کلمات مثبت، کلمات نیک، کلمات خوب را در فکر خود و ذهن خود بیاریم تا از قهر و غضب کاملا گم شویم. دوستان، این 4 گزینه را شما حتما تمرین بکنید، حتما بالای خود بقبولانید. انشاءالله که هیچ مشکل در خانواده، در اجتماع، در جامعه هیچ وقت نمیباشه. کاملا شما این 4 ترفند را در نظر بگیرید، انشاءالله که مشکلات رفع میشه، زندگی خوب، زندگی نیک و کاملا یک اجتماعی خوب می داشته باشید. سلامت و تندرست باشید.